الباب الثالث، باب الصبر. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید: گویا همکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم را میبینم که از پیامبری حکایت میکند که قومش او را زدند و خون‌آلودش کردند و او در حالی که خون را از چهرش پاک میکرد میگفت: یا الله، قوم مرا ببخش، چرا که آنها نمیدانند.